السلام علیکم دوستان عزیز، چه حال دارید؟ بخیر هستین؟ جانکتان جور است؟ حتما رسید انشالله. باز هم با یک ولاگ نو، باز هم با یک ویدیوی نو در خدمت شما هستیم. امروز دوستان عزیز، امروز با دو ویدیوی مختلف در خدمت شما هستیم. ویدیو اولی امروز که روز امتحان لیسانس خانمم است. امروز بخیر روز امتحانش هست که دعا کنه که بخیر قبول شود، لیسانس خود بخیر بگیره. و برنامه بعدی ما امروز راجع به بچه یکم است که بچه کلان امروز مسابقه فوتبال داره. یک جای بسیار جا دور هم است که تقریبا از شهر خود ما 40 دقیقه دور است، نزدیک به دانمارک میشه. دیگه مسابقه فوتبال فصلشان شروع شده. دیگه براتون از اونجا یک ویدیو بخیر میگیرم. دیگه شما برنامه ما رو بیننده باشین که ببینیم چی میشه. دیگه راستیاتون نره دوستای عزیز که آلمان لیسانس گرفتن بسیار زیاد سخت است و ایست که باز خصوصا که به زبان خود آلمانی بخوانیشو و یکی بسیار کمرشکن با گفتیم شما که کمک را پیسه زیادش مصرف میشه. از این خاطر کسایی که در آلمان خوانده تجربهش داره و میفهمه که چقدر لیسانس در کشور کمرشکن است. خصوصا از زمانی که جنگ شروع شده بود، جنگ دو کشور، کل چیز در این قیمت شده و سر کل چیز تاثیر خود مانده. خب از این گپا بگذاریم. کسایی که واقعا تجربهش داره و میفهمه دیده که چقدر سخت است. دیگه عزیزان دل به دعای شما ضرورت است که امروز بخیر خانم ما لیسانس خود بشتندن کنه، یعنی قبول شود بخیر. خبرم نداره که من اینجا آمدیم و ازش ویدیو میگیرم. دیگه یک سورپرایز برش میشه بخیر. شما ما رو بیننده باشین تا که ببینیم چی میشه بخیر. عزیزای دل این موتر که میاد او خانم است و همون کسی هم که ازش امتحان میگیره در پسرش شده و موتروان هم در پیشوریش شده. یعنی یک لحظه است که دیگه واقعا برای ما حیاتی است، خصوصا برای خانم هم که بسیار زیاد زحمت کشید و واقعا درس خواند، شب و روز درسش خواند و که انشالله که هزار خیرش خدا کنه که قبول شده باشه. دیگه محترم دیگه بغل استاد میکنه. دیگه باز براتون بخیر میگم که چطور شد. شما فعلا بیننده باشین، فقط دعایتان یادتان نره. جور سلامت باشین، ما را بیننده باشین عزیزای دل. السلام علیکم عزیزان دل، تشکر که دعا کردین. خانمم بخیر بشتندش کرد، یعنی که قبول شد، امتحان گرفتک، کاغذ برش داد. به خاطر که خانم هم گیره دوانده هم اتوماته، باید یک جای بریم که در کاغذ نوشته کرده که باید گیرم در فوقشانش یا دمو لیسانسش ثبت شود که خانم هم میتونه گیر بدونه هم اتومات میتونه بدن. تشکر که دعا کردید. با ما همراه باشید، بخیر در خدمتتان هستیم. خداحافظتون فعلا تا ویدیو بعدی. تا نه یک گفتم که امروز بچه مسابقه فوتبال داره. تا دیگر بخیر. فعلا خداحافظتان عزیزان دل. ما بریم بخیر. دوستان عزیز سلام علیکم. جور هستین؟ بخیر هستین؟ ان شاء الله جانکتان جور است، صحتمند هستین. در ادامه ویدیو در خدمت شما هستم دوستان عزیز که خوشخبری اول خبرتان دادم. بخیر خانمم لیسانس خود قبول شد، امتحانش بخیر به خوبی قبول شد و بشتندش کند گفته آلمانیا قبول شد و بخیر. خوشخبری دوم باید بخیر ببینیم که چی میشه. اما تو که میبرین در پسر ما بچه‌م اینجا امروز بازی داره، لیگشان شروع شده. تقریبا یک 45 دقیقه 50 دقیقه از خانه ما دور بودک، نزدیک دانمارک هستیم. بسیار یک جای مقبول زیباست، بسیار خوش، هوایش امروز عالی است. این پشتر من سعی کنین پشت نیم خانه بسیار یک دریای کلان شتغند است که واقعا برای کسایی که در شیلیزی کارشتای زندگی میکنن جای بسیار خوب است که اینجا برای اما رخصتی خود اینجا که فامیل خود بیاینک. دیگه انشالله که امروز بچه من بازی رو ببره. اگر تانستم از بازی هم بهتره که من کار فیلم میگیرم. اگر اجازه داشتم اینجا خب میفهمین که آلمان است، بسیار چیزا اجازه نیست، باید اجازه بگیری. از اون خاطر اگر اجازه دادن یک کمک کار کوتاه فیلم میگیرم براتون و براتون نشر میکنم. دیگه عزیزای دل چیال دارین؟ جانکتون جوره بخیر هستینک؟
اگر از ویدیو ما دوستان عزیز خوشتان میاد، ماشیم که خوشتان میاد نمیاد، ما خود یوتیوب تازه کار هستیم، گفته یکان تا که کمک کار سیستمش بفهمیم یک دیگه. ویدیو ما رو سابسکرایب کنید عزیزا، کامنت کنید، بر دوستانتون شیر کنید، نظرات پیشنهاداتون به دو چشم قبول میشه برای بهتر شدن و ویدیوهایی که خوب ایجاد کنیم. نظر شما بر ما شرط است. همراه ما باشید دوستان عزیز که چی میشه بخیر. تیمی که میبینین دو تیم بچه مسته و تیم مخالفشان هم اینی تیم مسته. دولت گرم کردن هستن، دیگه خدا گرم میکنن که برای مسابقه آماده شونک. ساعت 5 بجه بخیر مسابقهشون شروع میشه، اول باید گرم کاری کننک. انشالله که دیگه بازی را میبرنک. دوستان عزیز اینجا به نام گیلتینگن میگنش فکر کنم، نام شهرشان. یک جای بسیار مقبول زیباست، ولی خیلی سرسبز، خیلی زیبا. آب هوام که امروز بیخی عالی است. دوستان از تیم که بچه داشت بازی میکنه دو تا مربی داره، یکی شینی بیادر است که در اینجا ساده است، یکی دیگه شم او نوز که او اینی بیادر است. واقعا سرشتکا زیاد زحمت میکشند و زیاد کوشش میکنن برشان. البته خب کشور پیشرفته است، هر چیز امکان برشان است. یا هم بچه توپش ده بیرو رفت. بنیامین Gut. تو با متارام ورم در گل رفت بنیامین. Schade. Versucht ihn aufzudribbeln. Kobisch wird bei Cema für den Benjamin. Komm raus. Mach nicht breit. Bleib dran. بازی شروع شد، ما هم دیگه باید نکمه کار فیلم گرمک. این شماره 8 که میدونی بچه بنیامین است. Aue! Die 5! Zügig! دوستان عزیز بازی 1-0 به نفع تیم ماست دیگه. به اصطلاح هنوز هم سر تیم رو فشار میاریم، مکنه که
بچهای ما خوب بازی میکنن. اون بنیامین هستم استاده است منتظر که یک تو برش بیایه و گل شده که انشالله امروز یک گل دیه. فعلا کورنل است، توپ آمد از او رفت بیرو هیچ. Oder hast du schon gesehen, wer kommt? Normal. Hey, pass auf hinter dir. Leider kann ich ja nicht. بنیامین سر خط صدا کو بچیم. خب برو 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 پیش. نیمه دوم شروع شد دوستا. بچه کمام دیگه داخل میره. بازی 5-2 به نفع تیم ما شد. یک گل دیگه زدن. Drauf achten, ne? Der darf dir nicht abhauen gleich. Sonst in die andere Richtung geht. Ganz hinten beim Boden. بیا سر خط صدا کو. دست بالا کو صدا کو ایرم تو. اینا پاس برو توپ دست از واس پاس برو. Jamal, mitmachen, ne? آفرین. So. Mitmachen nach hinten. سر خط بیا. صدا کو. پشتش برو. آفرین. برو بنیامین. بنیامین. اون اونجا دیگه خالی است. یا. گوت بنیامین musst du schnell entscheiden. تیز بچم قند پدر. اولش بعد شیزن میکردی. کم مانده بود که گل بزنه. البته یک گل هم زد بچم. بسیار گل مقبول زد که متاسفانه اون لحظه من فیلم قطع کردم فیلم نکردم. از اینی دست خود حرکت کرد. اون اندم گوشه انداختش. بیا بنیامین سر خط. صدا کن بنیامین. برو با تاخر پرتش. آفرین بچه پدر، بسیار عالی کارت بود. پاست عالی بود بنیامین. آفرین بچه. بکیا گود که مخ بکیا. تاخر بیا کدیش تاخر نترس تاخر برو نترس. کم بنیامین سر خط بیا صدا کو سرش. آفرین بچه پدر. برو سر بیکی صدا کو به سر داماد نفر استاپش کو. برو خودم بده بگی اشتباه نپردی صحیح پردی خب اشتباه نپردی. صبر کن نه ساکو بکی ساکو خدا بکش بدو برو اونجاست. پاس بیا که تو بعد از دادن بدو سر خط. شاده
بنیامین چند شد بچه؟ 9-5 برای ما. گل تخ زدی؟ هم گل مقبول تا دیگه فیلم گرفتن نتونستم خیره خب؟ مگه بسیار گل مقبول زدی بره که برین دیگه طرف خانه. دوستان عزیز یان بود از ولاگ امروز ما شما رو به امید خدا مسپارم و یادتان نره اگر از ویدیو ما خوشتون میاد چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو تا آخر ببینید و به دوستانتون هم شیر کنید. دوستان عزیز بازی خلاص شد، بازی 9-5 به نفع تیم ما شده که یعنی تیمی که بچه بازی میکنه و بازی بسیار جد خوبش بود. هم قسم که گفتم یک گل هم بچه زد، یک پاس گل هم انداخته دیگه. ما تا طرف خانه میریم دیگه. ما رو دنبال کنید عزیزای دل. اگر ویدیو ما خوشتان آمد چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، شیر کنید به دوستانتان همچنان و کامنت های مقبول بنوشته کنید برای ما. خوشمون میسازینک ویدیو ما رو تا آخر ببینید. الله یار نگهدارتان تا ویدیو بعدی. خدا حافظ ناصرتان.